زن داداشم خونه‌شو زد به نامم که داداشمو راضی کنم طلاقش بده. منم بعدش باهاش کاری کردم که دوستان سلام، به یک روایت دیگه از کانال داستانکده هوس خوش اومدید. جهت دلگرمی ما ممنون میشیم تا آخر داستان بمونید و با لایک ها و نظرهای زیباتون به ما انرژی بدید. 22 سالم بود. مادرم که تنها دلخوشی من و برادرم بود دق کرد و مرد. برادرم همین 4 سال ازم بزرگتره. مادرم همیشه قصه منو همین میخورد چون هر دومون معتاد بودیم. یه خونه 2 طبقه داشتیم که بعد از فوت مادرم طبقه بالا شد برا من و طبقه پایینم شد برا برادرم. طبقه بالا نیمه ساخته بود و برای زندگی خوب نبود. اینم از زحمات پدرمون بود که برامون به جا گذاشته بود. موقعی که 15 سالم بود به خاطر تصادف پدرم فوت کرد. بعد از فوت مادرم کم کم خونمون شد پاتوق رفیقای معتادمون و کم کم سر و کله یه دختر فراری تو زندگی داداشم پیدا شد. عاشق هم شدن و بعد هم با هم ازدواج کردن. اسم زنش ستاره بود. ستاره میگفت یه روز با پدر و مادرم جر و بحثم شده و از خونه زدن بیرون. چند ماهی که از ازدواجشون میگذشت ستاره حمیدو ترکش داد. خونمون 2 تا اتاق بیشتر نداشت. یکی شد برای حمید و ستاره، یکیش هم برای من. برادرم منو مجبور کرد و گفت یا ترک کن یا از خونه برو بیرون. میگفت اگه ببینم تو داری مصرف میکنی منم دوباره میرم سمتش. منم که نمیتونستم ترک کنم از خونه زدم بیرون. 2 الی 3 ماه آویز دوستان بودم. بعد از مدتی که داداشم سرحال شد اومد سراغم و منو به زور برد کمپ. بعد از 3 ماه پاک شدم و اومدم بیرون. متوجه شدم داداشم خونه‌شو زده به نام زنش تا اونم مهریه‌شو ببخشه. داداشم برام یه موتور گرفت تا مسافرکشی کنم و از مواد دور بشم. کم کم ستاره شروع کرد به بهانه گرفتن. هر شب صدای جر و بحثشون میرفت بالا. ستاره تقاضای طلاق داد و ما رو آواره کرد و اما حمید حاضر نشد طلاقش بده. از رو دستی که ستاره بهش زده بود داشت منفجر میشد و نمیدونست چیکار کنه. یک شب که پیش هم بودیم بهش گفتم برای یه مدتی دور و برش پیدا نشو و گوشیت هم خاموش کن ببینم میخواد چیکار کنه. یه هفته بود حمید پیداش نبود و هر روز بهم زنگ میزد و سراغ حمید میگرفت. منم میگفتم نمیدونم. کلی هم باهاش جر و بحث میکردم و میگفتم تو داداشمو بدبخت کردی و آوارش کردی. دختر گی فراری. یه روز داشتم مسافرکشی میکردم. بهم زنگ زدن و گفتن از طرف بیمارستان هستیم. یکی به نام ستاره اینجاست و گفته به شما زنگ بزنم. مسافرم که پیاده کردم رفتم بیمارستان. دیدم بدحال افتاده روی تخت و داره آه ناله میکنه. گفتم چی شده؟ گفت با یه موتوری تصادف کردم و بعد هم فرار کرد و رفت. دست سمت راستش از کتف خور شده بود و پای سمت چپش هم از مچ. بعد که ترخیص شد بردمش یه مطب براش گچ گرفتم. بعد هم آوردمش خونه چون نه جایی داشت و نه کسی هم داشت. وقتی رسیدیم خونه بهم گفت به داداش زنگ بزن بیا خونه. گفتم من نمیدونم کجاست و جلو خودش بهش زنگ زدم دیدم گوشیش خاموشه. شروع کرد به ناله کردن و گریه کردن. نیم ساعتی که خونه بودیم گفت دستشویی دارم. کسی هم نبود کمکش کنه. تا جلوی درب دستشویی کمکش کردم و رفت. عملا شده بودم پرستارش و آشپزش. همه کاری براش انجام میدادم چون نمیتونست از جاش بلند بشه و برای خودش کاری انجام بده. دکترم گفته بود باید 40 روز دست و پاش داخل گچ باشه. یک هفته ای که گذشت کل سر و بدنش خارش پیدا کرد و گفت باید برم حمام. نمیدونستم چی کار کنم. گفتم من که نمیتونم تو رو ببرم حمام. شروع کرد دوباره فحش دادن و ناله کردن و گریه کردن. منم بهش گفتم خودت باعثش شدی. خواستی طمع نکنی. هرچی هم به همین زنگ میزنیم تا بیاد خونه گوشیش خاموش بود. تو گفتم ستاره چه کار کنم جواب نمیده. 1-2 روز دیگه هم صبر کردیم و دیدیم خبری از همین نشد. به یکی از دوستاش زنگ زد و شرایطش رو بهش گفت. اونم گفت جایی هستم و نمیتونم بیام. گوشی رو قطع کرد و شروع کرد دوباره گریه کردن و ناله کردن. گفت حامد چاره ای نیست. یک صندلی برام بذار داخل حمام کمکم کن برم تا جایی که بتونم خودمو میشورم. روی دست و پاش پلاستیک کشیدم و کمکش کردم رفت داخل حمام. و هر سختی بود اون روز گذشت. تو تعویض لباسام بهش کمک میکردم و اون روز به هر سختی بود گذشت. تو این مدت چند بار دیگه بهش کمک کردم. برای هر دومون عادی شده بود و از همدیگه رو نمیگرفتیم. یک شب که خونه بودم گفت چند روز دیگه میخوام گچ دست و پاهامو باز کنن. نمیخوای از اون نقاشی خوشگلات برام روش بکشی؟ نقاشیم خوب بود. قبلا مدتی تاتو کار میکردم. خودکارو برداشتم و شروع کردم به نقاشی کشیدن. در آخرم که نقاشیمو دید گفت وای چقدر خوشگل شده. بهش گفتم خوشگلیش به خاطر اینه که روی تن سفید توه. خندید و گفت شیطونیت راه افتاده و ازم تعریف میکنی. قبلا که جواب سلاممونم نمیدادی.
در آخرم گفت پس امضات کو. منم رفتم جلو. تو این مدت همش بهم میگفت منو شرمنده خودت کردی، چطور محبتتو جبران کنم. منم بهش میگفتم بیا خونه رو بزن به نامم تا همشو یک جا بفروشم، هم سرمایه تو رو میدم و هم طلاق تو از داداشم میگیرم. اونم قبول کرد. یک هفته بعد که گچ دست و پاش باز شد با هم رفتیم دفترخونه. بعد که سند زد به نامم از دفترخونه که اومدیم بیرون اومد سوار موتور بشه. یکم رفتم جلو و بهش گفتم تو که به داداشم رحم نکردی به منم رحم نمیکنی و رفتم. شب که اومدم خونه دیدم جلوی درب حیاط نشسته. تو این مدت قفل درب حیاط عوض کرده بودم و کلی التماسم کرد و گفت جایی ندارم و غلط کردم. دیگه از این غلطا نمیکنم. نوکریتونو میکنم. دلم به حالش سوخت و راش دادم خونه. از اون روز مثل یک زن خانه‌دار تو خونه موند و کارای خونه رو میکنه و برام غذا درست میکنه. هر کم تو اتاق خودش جدا میخوابه. یک هفته ای شد که داداشم با یه شماره دیگه بهم زنگ زد. منم کم و بیش از اتفاقی که افتاده بود براش تعریف کردم و اونم که رفته بود تهران برگشت خونه. الان نزدیک 1 ساله داریم مثل قبل زندگی میکنیم و زندگی شادی داریم. منم برای خودم یک پراید خریدم. ستاره‌ام حامله است.